اینجا کارگاه یا آشغالدونی؟ شاپور این پالت چیه؟ این پالت شکلاته. این شکلاته؟ آره خواستیم شکلات چاقی درست کنیم که نتونستیم خراب برام. آقا این شکلاته واقعا؟ میگم مونده دیگه، قبلا مونده دیگه. بیت انگوش کن خود بردار ببینم. انگوش کن. گچه ها؟ سفت. این شکلاته؟ با این تو چی درست میکردی؟ با این شکلات چاقی درست. شکلات چاقی درست میکردی. تو با علمی که می‌دونی آشغال در تحویل ملت میده تو خریدی تو فروختی به مردم. خدا من تو کارگاهش نبودم. جنس فروختی یا نه؟ جنس به این فروختی یا نه؟ برای چی میگی نگرفته؟ میگی من زمانی که جمع کردم اومدم پیشین آقا. چرا دروغ میگی؟ اینا رو آماده می‌کردی به کیا میدادی؟ عطاریا، خب باشگاه بدنسازی و بعضی هم که مشتری تو سایت ها میفروختن اینا رو. معتقد چی اینا؟ سیدنافیل یه مقداری هم چرا بود. سیدنافیل و تقماده بود. این دستگاه چی اینجا گذاشتی؟ اون دستگاه خوش کنه. برای قرص چاقی بوده اینا؟ داخلشو مواد مخدر میذاشتی؟ آتیشو می‌کردی؟ داخل شیشه بوده دیگه غیر از اینه؟ ما گفتن نیستش. گفتن نه دیگه درست کردی خودتون دیگه. این چی الان؟ آماده خریدیم. ما هر چی میگی تو بخواد میگی آقا قرص لاغری و چاقی بوده. تو چیا شیشه می‌زدی؟ این قرصایی که داره با دستگاه اونجا تولید می‌کنه. بله. خب شیشه داره یا نداره؟ رفته آزمایشگاه پلیس رفته. آزمایشگاه معتبر رفته. میفهمی یعنی چی؟ مشتقات شیشه. یکیش چیه؟ ها؟ بله. فهمیدی حالا؟ خب این دستگاه چی بوده؟ این دستگاه پرسه. پرس بوده که ما اینو طراحی کردیم برای تولید ضرب قرصا. آقا یه لحظه بیا بالاتر بگیر این فضا رو بگیر. این قرص هم داخلش هست می‌بینی؟ این ترکیب چی بوده اینا؟ همون نشاسته و گلوکوز اینا رو با جناب صاحب ترکیباتش چیه؟ آمفیتامین که یکی از سازنده‌های شیشه است. ترکیبات اصلی شیشه است که با اینا قاطی شده که به خورد ملت میدادن دیگه.